مهریه از شیر مادر حلال تره. خودم من بیام با تو که پول نداری تو رابطه یه معمولی بخوام به خودم بکنم در ماه 500 میلیون برام میفته. اگر اینا هزینه های روزمرته و اگر برای خودت هزینه میکنی پس گو میخوری میای منتشو سر دیگران میذاری که من انقدر هزینه میکنم. خب میتونی هزینه نکنی. ما اصلا به هیچ کدوم از اینا کاری نداریم. مشکل از اونجا شروع میشه که امثال اینا شدن الگو برای یک سریا و دنبال کننده دارن و طرفدار دارن و طرف میره از اینها به عنوان یک الگوی زندگیش استفاده میکنه. باگ اصلی اینجاست. عقده و کمبود از سر و پاتون میباره. حول پول بودن از وجودتون میباره. کریه بودن از قیافه هاتون میباره. یعنی داره قشنگ میفهمونه که آقا سطح توقعتون رو از یه رابطه بالا ببرید. هزینه تعیین بکنید، مبلغ تعیین بکنید، بگید من اینقدر خرجم، اگه میتونی خرج منو بدی بیا تو رابطه. کسی که اینقدر پول داشته باشه میره یک آدمی رو برای زندگی مشترکش انتخاب میکنه که وقار و شخصیت داشته باشه. کسی که اصالت از چهرهش بباره و از همه مهمتر قلک پر صدا نداره. خیلی سر صدا نکنید.